به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. ایموشن کد یا رمز احساسات، نوشته دکتر برادلی نلسون هستش و ترجمه آقای فرهاد فروغمن هستش. ویرایش سوم این کتاب در اردیبهشت 1396 انجام شده. این کتاب به صورت چاپی وجود نداره و در اینترنت شما میتونید اینو سرچ کنید و کتاب با فایل کامل در اختیار شما قرار خواهد گرفت. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا نام 10 فصل این کتاب رو برای شما میخونم و سپس مقدمه خیلی خیلی کوتاه از آقای دکتر فروغمن که مترجم این کتاب هستن رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم کشفش میکنیم. فصل اول، احساساتی که گیر افتاده‌اند، همه‌گیری ناپیدا. فصل دوم، دنیای مخفی احساسات گیر افتاده. فصل 3، اسرار انرژی درمانگران باستان. فصل 4، شفا به کمک آهنربا. 5، پاسخهای ذهنی درونی. 6، رهاسازی احساسات گیر افتاده. 7، دیوارهای اطراف قلب ما. 8، شفای نیابتی با واسطه و از راه دور. 9، ایموشن کد و حیوانات. 10، زندگی بدون احساسات گیر افتاده. مقدمه مترجم: کسانی که طرز کار مرا با AFT دیده‌اند گهگاهی از سرعت یافتن ریشه مشکل متعجب می‌شوند و می‌گویند چطور چنین چیزی را حدس زدی؟ مگر از زندگی من خبر داشتی؟ تا به امروز معمولاً در چنین مواقعی لبخندی می‌زدم و موضوع صحبت را عوض می‌کردم. ولی واقعیت این است که روش دیگری را در مقابل چشمان طرف مقابل و بدون اینکه او بفهمد انجام می‌دادم. این همان روشی است که کتاب اصلی آن اینک در اختیار شما قرار دارد. روش ایموشن کد ابداع آقای دکتر برادلی نلسون است. بیش از 1000 بار آن را آزمودم و از نتایجی که خصوصاً در ریشه یابی مشکلات به دست می‌دهد هنوز هم گهگاه حیرت می‌کنم. معمولاً این روش را با AFT ترکیب می‌کنم چون در بخش یافتن علت آن را سریع‌تر و قابل اتکاتر از AFT می‌دانم و در عوض وقتی که علت مشکل پیدا شد در رفع آن از AFT کمک می‌گیرم، چون به تجربه دریافتم که در این بخش کار مؤثرتر است و کاراتر است. امیدوارم با استفاده از این منبع غنی بتوانید به بازدهی کارهایی که با AFT انجام می‌دهید بیفزایید. فرهاد فروغمن، اسفند 1394. خب من از فصل 4 این کتاب شفا به کمک آهنربا شروع می‌کنم و این کتاب رو با همدیگه ورق می‌زنیم. قوی ترین ابزار شفابخشی که در خانه دارید چیست؟ قرص‌های ویتامین، نسخه داروها، چای شفابخش گیاهی یا چیزی که در درون فریزر پنهان کرده اید؟ شاید هم چیزی روی فریزر. منظورم فهرست وسایلی که باید بخرید نیست، بلکه آن آهنربایی را که آن فهرست را به کمک آن به فریزر چسبانده اید میگویم. چه باور کنید و چه نه، آهنربای معمولی که بر روی درب یخچال میگذارید میتواند یکی از قوی ترین ابزارهای شفابخش شما برای رهاسازی احساسات گیر افتاده باشد، البته مشروط به اینکه نحوه استفاده از آن را بدانید. دلیل آن را در همین فصل برایتان شرح خواهم داد. میزان سلامتیتان رابطه مستقیمی با تعادل میدان انرژیتان دارد. انرژی درمانی هماهنگی را به میدان انرژی باز می‌گرداند و آن را حفظ می‌نماید. در پی آن بدن هم می‌تواند
سلامتی خود را حفظ کند. ولی در شرایطی که نمیتوانید میدان انرژی بدن را ببینید، چگونه میتوانید آن را شفا دهید؟ میدانید که با استفاده از آزمون خم شدن و پرسش از ذهن ناخودآگاه قادر هستید عدم تعادل‌هایی نظیر احساسات گیر افتاده را تشخیص دهید. چه ابزاری برای رهاسازی احساسات گیر افتاده در اختیار دارید؟ پاسخ این است که باید از نوع دیگری از انرژی استفاده نمایید. آهنربا آسان‌ترین، ارزان‌ترین و متداول‌ترین ابزار انرژی است. آهنربا انرژی خالصی از خود ساطع می‌کند و ابزار قدرتمندی برای اصلاح عدم تعادل‌های انرژی که قادر به مشاهده آنها نمی‌باشید است. از انواع آهنرباها استفاده کردم، از گرانترین ها و قوی ترین ها گرفته تا ارزانترین ها و ضعیفترین ها. هرچند که برخی آهنرباها برای درمان ساخته شده اند و بعضی هم برای مصارف دیگر، ولی دریافتم که عملاً میتوان از هر آهنربایی برای رهاسازی احساسات گیر افتاده به کمک روش ایموشن کد استفاده نمود. وجود مغناطیس شما. وجود شما بسیار گسترده تر از آنی است که می‌بینید یا حس می‌کنید، چون علاوه بر اینکه جسمانی هستید، جنبه انرژیکی هم دارید. به نظر معقول می‌رسد که اگر بخشی از وجود خود را نمی‌توانید ببینید، پس شاید علت زیربنایی مشکلات سلامتی‌تان هم برایتان ناپیدا باشند. اکثر افراد فرض را بر این می‌گذارند که موجودیت آنها تنها در درون پوستشان گنجیده است. پوست بیرونی ترین لایه‌ای است که می‌توانید ببینید و به شما آموخته‌اند که حقیقت همان چیزی است که مشاهده می‌کنید. ولی امروزه به طریقه علمی ثابت می‌شود که وجود شما بیش از آنی است که به چشم می‌آید. مثلا اکنون می‌دانید که هر فردی به خاطر فعالیت‌های الکتریکی درون بدنش یک میدان الکترومغناطیسی ایجاد می‌نماید. این میدان از جریان‌های الکتریکی درون سیستم عصبی و فرآیندهای الکتروشیمیایی که پیوسته در درون سلول‌ها در جریان هستند ناشی می‌گردد. امروزه دانشمندان می‌دانند که میدان الکترومغناطیسی قلب در جهان پشت، بالا، زیر، جلو و طرفین فرد بین 2.5 تا 3.5 متر گسترش می‌یابد. در سال 1956 دانشمندان ژاپنی تحقیق راهگشایی انجام دادند که به هیچ شکی ثابت نمود که هم نیروهای الکتریکی و هم نیروهای مغناطیسی در بدن وجود دارند. بدن افراد را در معرض میدانهای الکترومغناطیسی ضربانی قرار دادند و بدین وسیله تغییرات الکتریکی در سطح سلولی پدید آوردند و نحوه سوخت و ساز سلول‌ها را نیز دستخوش تغییر نمودند. این پدیده را در علم پزشکی اثر پیزو الکتریک می‌نامند. هرچند که پزشکی غربی به هیچ تردیدی وجود میدان الکتریسیته را قبول دارد، ولی سال‌هاست که فقط بخش الکتریکی آن را مورد سنجش قرار داده است. سال‌هاست که دانشمندان و پزشکان فعالیت الکتریکی بدن را در شرایط بالینی اندازه‌گیری نمودند. دستگاه AKG یا IKG یا الکتروکاردیوگرام که نوسان‌های الکتریکی قلب را می‌سنجد، اولین بار در سال 1895 عملاً مورد استفاده واقع شد. دستگاه AAG یا الکترو آنسفالوگرام هم که فعالیت الکتریکی مغز را اندازه می‌گیرد، از سال 1913 به کار می‌رود. بر طبق یکی از قوانین اولیه فیزیک، هرگاه فعالیت الکتریکی وجود داشته باشد، همواره موجب پدید آمدن یک میدان مغناطیسی می‌گردد. دانشمندان می‌توانند این میدان مغناطیسی را با دستگاه‌های مگنتو آنسفالوگرام و مگنتو کاردیوگرام اندازه بگیرند. این دستگاه‌ها از فناوری بسیار پیشرفته‌تری در مقایسه با انواع قدیمی‌تر که فقط به سنجش
میدانهای الکتریکی قلب و مغز محدود میشوند برخوردارند. دانشمندان در میابند که این تعاملات مغناطیسی تا چه حد قدرتمند و مهم هستند. غده هیپوفیز که هورمون‌های مهمی را ترشح می‌کند، به وسیله خوشه‌های مغناطیسی که به شکل دقیق با میدانهای مغناطیسی هماهنگ هستند و بر آنها اثر می‌گذارند احاطه شده است. این خوشه‌های مغناطیسی همانهایی هستند که کبوتران، پروانه‌ها و زنبورها هم با استفاده از آنها و به کمک میدان مغناطیسی زمین جهت حرکت خود را تعیین می‌نمایند. به نظر می‌رسد که اشکال مغناطیسی موجود در غده هیپوفیز نقش مهمی در حس جهتیابی ما نیز ایفا می‌کنند. تحقیقی که در مجله معتبر پزشکی بریتانیا به چاپ رسیده حاکی از آن است که افرادی که از تصلب یا سفتی غده هیپوفیز رنج میبرند خیلی بیشتر احتمال دارد که راه خود را گم کنند. قورباغه‌های شناور در میدان مغناطیسی. دانشمندانی که به دنبال درک علت تاثیر عمیق آهنربا بر فیزیولوژی بودند، آزمایش جالبی را با استفاده از یک آهنربای بسیار قوی بر روی یک قورباغه انجام دادند. هرچند که این مبحث شاید تا حدی نامربوط به نظر آید، ولی به دلیل اینکه میتواند تاثیر آهنربا را بر جسم نشان دهد، آن را در اینجا ذکر می‌کنم. 12 آوریل 1997 دانشمندان قورباغه‌ای را در هوا شناور ساختند. لندن آسوشییتد پرس دانشمندان بریتانیایی و هلندی موفق شدند با استفاده از یک میدان مغناطیسی که 1,000,000 بار از میدان مغناطیسی زمین قوی‌تر است، قورباغه‌ای را در هوا شناور سازند. همچنین آنان میگویند دلیلی وجود ندارد که نتوان همین کار را با موجودات بزرگتر و حتی انسان‌ها انجام داد. پیتر میل، استاد فیزیک دانشگاه ناتینگهام و یکی از دانشمندان بریتانیایی که در این زمینه با همکارانی از دانشگاه نایگن هلند کار و برای اولین بار موجود دوزیستی را در هوا شناور کرده است، میگوید اگر میدان مغناطیسی به اندازه کافی قوی باشد، این کار کاملا امکان پذیر است. شرح مختصری از تلاش‌های آنان در شماره جاری مجله بریتانیایی دانشمند نوین آمده است. دانشمندان میگویند برای اینکه قورباغه شناور بماند، میدان مغناطیسی باید قدرتی معادل 1,000,000 برابر میدان مغناطیسی زمین داشته باشد. تنها در این صورت است که میتوان چرخش الکترون‌ها را در اتم‌های بدن قورباغه مختل ساخت. دکتر میم میگوید اگر میدان مغناطیسی بتواند قورباغه را با نیروی کافی از خود براند، میتوان بر نیروی جاذبه غلبه و قورباغه را شناور نمود. ولی این پدیده فقط به قورباغه محدود نمی‌شود. دانشمندان میگویند که گیاهان، ملخ‌ها و ماهی‌ها را نیز به همین شیوه در هوا شناور کردند. وی می‌افزاید هرچند که هر چیزی از قورباغه گرفته تا ملخ یا حتی ساندویچ طبیعت مغناطیسی دارد، ولی به ندرت میتوان آن را با چنین روش چشمگیری نشان داد. دانشمندان میگویند که قورباغه پس از اینکه در هوا و در درون یک استوانه مغناطیسی شناور شد، هیچ علامتی که حاکی از ناآرامی باشد از خود نشان نداد. آهنرباها و درمان. هرگاه بدن انسان در معرض میدان مغناطیسی قرار گیرد، اتفاقات جالبتر و حتی تحیرآمیزتری هم می‌افتند. ناخوشی‌ها و عدم تعادل‌های آنان کاملا ناپدید گشته‌اند. شدت درد و تهوع کاهش یافته و حالت خستگی وارونه شده است. تاکنون سلامتی هزاران تن با استفاده از قدرت شفابخشی آهنربا به آنان بازگشته است. هرچند که این مسائل به اثبات رسیدند، ولی پزشکی متداول هنوز هم در مرحله آزمایش آهنربا به عنوان نوعی ابزار شفابخشی می باشد.
بسیاری از شفادهندگان سرشناس به خوبی می‌دانند که آهنرباها معجزه می‌کنند، ولی دانش پزشکی نمی‌تواند آنچه را که دانشمندان کشف کردند به صورت علمی توجیه نماید. مجله تایم در ماه مارس سال 2005 ماجرای پزشکانی را به چاپ رساند که طی آن به صورت تصادفی در دانشگاه کلمبیا شیوه حیرت‌آوری برای درمان افسردگی با استفاده از انرژی مغناطیسی یافتند. بانویی اهل ایالت کانکتیکات به نام مارتا به مدت 20 سال افسرده بود و در این مدت تحت درمان با همه روش‌های متداول و شناخته شده قرار گرفته بود. رواندرمانگران و روانشناسان او را دیده بودند و هر دارویی را هم که به او داده بودند مصرف نموده بود، ولی هیچ یک از درمانها کمکی به او نکرده بودند. مارتا تصمیم گرفت در روشی آزمایشی درمان در دانشگاه کلمبیا شرکت نماید. پزشکان تعدادی ضربان مغناطیسی به فرق سر او زدند. این روش را درمان با تحریک مکرر مغناطیسی جمجمه از راه دور RTMS نامیده‌اند. وی پس از اینکه 5 بار در هفته و هر بار به مدت 1 ساعت و جمعاً 6 هفته تحت این نوع درمان قرار گرفت اظهار داشت از هفته سوم بود که متوجه تغییرات شدم. به ماه سپتامبر که رسیدیم دیگر حالم خوب شده بود. می توانستم از چیزهایی همچون غذا و نور خورشید لذت ببرم. در زمانی که این مقاله به چاپ رسید، مارتا به صورت دوره‌ای برای تکرار جلسات به همان مؤسسه می رفت و 6 ماه می شد که دیگر به افسردگی مبتلا نبود. این پزشکان نمی توانند دقیقاً توضیح دهند که چرا تحریک مغناطیسی می تواند افسردگی و سایر اختلالات را درمان نماید. به گفته یک پزشک متخصص اعصاب به نام دکتر جورج ویتنبرگ، تحریک مغناطیسی راه هوشمندانه‌ای برای القاء جریان بدون ایجاد اتصال الکتریکی است. مؤسسه ملی سلامت ذهن NIMH اذعان دارد که تأثیر این روش قابل انکار نیست و آنان هزینه مطالعات بیشتری را که بر روی اثرات شفابخش تحریک مغناطیسی در دانشگاه کلمبیا و 3 مؤسسه دیگر انجام می‌گیرند می‌پردازند. در مقاله‌ای که در سال 2002 در نشریه معتبر رواندرمانی عصبی و علوم عصبی بالینی منتشر شده، ذکر گردیده است که 75% از بیمارانی که از افسردگی رنج می‌بردند پس از مغناطیس درمانی مشابهی تا حد زیادی بهبود یافتند. چگونه با استفاده از آهنربا آشنا شدم؟ سالها پیش از طریق برادرم گرگ با توانایی‌های مغناطیسی درمانی آشنا شدم. وی از آهنربا در مکتب کایروپراکتیک خود استفاده می‌کرد و آنقدر درباره اثرات آهنرباهایی که توسط شرکتی ژاپنی به نام نیکنن تولید می‌شدند با شوق و ذوق صحبت می‌کرد که مرا هم توانست متقاعد نماید آنها را در مکتبم به کار گیرم. به محض اینکه آهنربای جدیدی را از طریق پست دریافت کردم، بیماری به من مراجعه نمود که چالشی جدی در مقابلم قرار میداد. لورا برای درمان فیبرومیالژی به سراغ من آمده بود، ولی به علت نامعلولی درد عضلانی توانفرسایی در همه جای بدنش و خصوصاً در بخش فوقانی آن داشت. محدوده حرکت هر دو دستش خیلی کم بود و به دشواری میتوانست آنها را تا وضعیت افقی بلند نماید. برایش توضیح دادم که قصد دارم روش جدیدی را بر روی او بیازمایم و ببینم که چه تأثیری میگذارد. وی موافقت کرد و در حالی که با هم حرف میزدیم چند بار آهنربا را در فاصله بین کتف تا آرنج چپش بالا و پایین کشیدم. چند دقیقه که گذشت محدوده حرکتی او را مجددا سنجیدم. از او خواستم که ابتدا دست راستش را که کاری بر روی آن نکرده بودیم بلند کند. وی دستش را تقریبا تا حد افقی بلند نمود. از آنجایی که پیدا بود که درد می‌کشد از او خواستم که بیش از این دستش را بلند نکند.
انتظار همین را هم داشتم. سپس از او خواستم که دست چپش را که آهنربا بر روی آن کشیده بودم بلند نماید. لورا در برابر دیدگان حیرت زده هر دوی ما به سادگی و بدون هیچ گونه ناراحتی آن را تا نزدیکی سرش بلند کرد. در حالی که چشمهایش از حیرت گرد شده بودند اظهار داشت: در آن جاهایی که آن چیز را کشیدی اصلا دردی ندارم. آن چیز چیست؟ آیا می توانم آن را از شما بخرم؟ آزمایش‌های دیگری بر روی محدوده حرکتی وی انجام دادم و با کمال تعجب متوجه شدم که او اکنون بدون هیچ دردی می‌تواند دست چپش را به دلخواه و تا هر حدی حرکت دهد. با چشمانی گشاده نگاهی به آهنربای کوچک و نقره‌ای رنگی که در دست داشتم انداختم. این نتایج ناگهانی فوق‌العاده و کاملا دور از انتظار بودند. تمامی آنچه را که می‌دانستم یعنی اینکه این قطعه یک آهنربای نیکن میباشد که برای کاهش شدت ناراحتی جسمانی ساخته شده است به لورا گفتم. اندک زمانی بعد لورا توانست علت علائمش را برطرف سازد. حدسم در مورد او این بود که بزرگترین علت فیبرومیالژی او همان چیزی است که ژاپنی‌ها آن را MFDS یا نشانگان کمبود میدان مغناطیسی می‌نامند. کسانی که به وجود این نشانگان معتقدند میگویند که امکان کمبود میدان مغناطیسی همچون کمبود ویتامین‌ها یا موارد معدنی وجود دارد. به نظر می‌رسد که لورا تنها به کمی میدان مغناطیسی نیاز داشت تا بتواند از دردش آسوده گردد. در واقع رهایی لورا از فیبرومیالژی اولین معجزه‌ای بود که از آهنرباها دیدم. بر این باورم که MFDS در بسیاری از بیماری‌ها نقش دارد. دلایل ریشه‌ای فیبرومیالژی نیز نظیر اغلب بیماری‌ها در هر فردی فرق دارد و MFDS هم در اکثر موارد یکی از آنهاست. اگر دلیل اصلی یا تنها دلیل بیماری باشد، بهره‌گیری از میدان مغناطیسی می‌تواند همچون مورد لورا به نتایج شگرفی منجر شود. ابزار جدید شفابخشی. از آنجایی که صف بی‌پایانی از افراد رنجور به ملاقاتم می‌آمدند، آزمودن آهنرباها کار ساده‌ای بود. گاهی اوقات نتایج حاصل غیر قابل توجیه و حتی اسرارآمیز بودند. مثلا یکی از بیمارانم که مشکلی قدیمی در ناحیه کتف داشت، به محض اینکه آهنرباهای نیکن را در کفشش و در قسمت زیر پاشنه پا گذاشت مشکلش برطرف گردید. در 4 مورد جداگانه هم توانستم حملات شدید آسم را تنها با گذاشتن ورقه‌های مغناطیسی نیکن بر روی قفسه سینه بیماران متوقف سازم. دیدم که حساسیت‌ها با قرار دادن یک آهنربا بر سطح بدن بیمار به سرعت بهبود یافتند. کبودی‌ها به معنای واقعی کلمه یک شبه ناپدید شده‌اند. حتی استخوان‌های شکسته نیز در نصف زمان معمول جوش خورده‌اند. در بسیاری موارد از برخی بیماران خواستم که آهنرباهای نیکن را همچون بخشی از روش درمانی همیشه با خود داشته باشند. به نظر می‌رسد که بدین ترتیب زمان بهبودی تا حد زیادی کاهش می‌یابد. مهره کمر یکی از بیمارانم برآمدگی بزرگی نزدیک 8 میلیمتر داشت و از انجام جراحی توصیه شده اجتناب نمود. وقتی او را دیدم به خاطر فشاری که بر عصبش می‌آمد دچار بی‌حسی کامل پای راست شده بود. 24 ساعت پس از اینکه آهنربای نیکن را بر روی مهره آسیب دیده‌اش بست، فرایند شفا شروع گردید و دردهای تیز و ناگهانی در پای بی‌حسش پدید آمدند. 1 هفته پس از آن نیز قادر گشت استفاده از همه داروهای مسکن را متوقف سازد. باز هم به گذاشتن آهنربا بر روی کمرش ادامه داد و در نتیجه درد و التهابی که در آن ناحیه داشت کمتر و نهایتاً ناپدید شد. 1 سال بعد پزشک متخصص رادیولوژی وقتی با انجام CT اسکن دوباره متوجه گردید که هیچ اثری از برآمدگی کمر در او نیست،
به کلی متعجب شده بود. باید توجه داشته باشید که موارد فوق همگی با استفاده از آهنرباهای نینکن که برای استفاده بر روی بدن، کاهش ناراحتی‌ها و تسریع درمان ساخته شدند اتفاق افتاده بودند. اظروف نو. یکی از جالبترین تجربیاتی که در زمینه شفابخشی داشتم به عمویم لاور مربوط می‌گردد. زانوی راست او در سال 1937 که مرد جوانی بوده است آسیب دیده بود. پزشکان هرچند که توصیه کرده بودند که تحت عمل جراحی قرار گیرد ولی هیچ تضمینی بابت موفقیت آن به او نداده بودند. لذا از آنجایی که معلوم نبود جراحی موفقیت آمیز باشد او هم تصمیم گرفته بود که آن را انجام ندهد. تا جایی که بیاد میآورم عمویم همواره زانوی راستش را با پارچه‌ای میپیچید. بعدها فهمیدم که زانوی راستش به خاطر همین آسیب دیدگی قدیمی پیوسته آزارش داده بود. در سال 1995 یکی از دوستان او را با مغناطیس درمانی آشنا نمود. این دوست اصرار داشت که لاول حتما یک جفت آهنربا را به مدت 10 روز بر روی زانویش ببندد. این آهنرباها به اندازه یک سکه و توسط شرکت نینکن ساخته شده بودند. هرچند که لاول نسبت به انجام این کار تردید داشت ولی نهایتاً به خاطر اینکه ضرری در آن نمیدید تصمیم گرفت که آن را انجام دهد. پس از 5 روز هیچ فرقی را حس نمی‌کرد. حتی پس از 7 روز نیز تفاوتی ایجاد نشد. سرانجام در روز 10 اتفاق عجیبی افتاد. با کمال شگفتی متوجه گردید که برای اولین بار در 60 سال اخیر زانوی راستش اصلا درد نمی‌نماید. بسیار هیجان زده شده بود و به سختی می‌توانست آن را باور کند. 2 ماه دیگر هم آهنرباها را شبانه روز به خود بست. دردش برنگشت. سپس تصمیم گرفت با اشعه ایکس از آن عکس بگیرد تا بتواند آن را با عکسی که 3 سال قبل گرفته بود مقایسه کند. عکس‌های قدیمی حاکی از آن بودند که غضروف زانویش تقریباً به کلی از دست رفته است و استخوان‌ها عملاً به هم می‌ساییدند. پزشک معالجش از اینکه می‌دید عکس‌های جدید نشان می‌دهند که غضروف زانو به نحوی بازسازی شده است متعجب گردیده بودند. هرچند که بازسازی غضروف در چنین موردی به لحاظ پزشکی غیر ممکن تلقی می‌گردد ولی اتفاق افتاد. این موفقیت‌های باور نکردنی که با استفاده از آهنرباهای نینکن به دست آمده بودند مرا وادار ساختند که چشم خود را باز کنم و به طرز فکری که هرگز آن را نیاموخته بودم برسم. البته می‌دانستم که همراهان خوبی در این مسیر دارم. اکثر پیشرفت‌هایی که در تاریخ پزشکی به وقوع پیوستند حاصل گام‌های خلاقانه و خیال پردازی بودند. وقتی روش‌ها و درمان‌های جدید و مؤثرتری پیدا می‌گردند، انواع قبلی را که کنار می‌نهند، از آنجایی که هیچ راهنمایی در این مسیر جز حدس و خطا نداریم، این روند اغلب طولانی و دشوار می‌باشد. ما انسان‌ها هزاران سال است که چنین بدنی داریم، ولی از آنجایی که کتاب راهنمایی همراه با آن به ما ارائه نشده، زمان زیادی را برای کشف نحوه عملکرد آن و چگونگی بهتر کار کردن آن صرف نموده‌ایم. در زمانهای گذشته مردم فکر می‌کردند که بیماری علاوه بر عوامل دیگر از خون بد ناشی می‌گردد. در نتیجه حجامت از دوران ما قبل تاریخ تا اواخر قرن 19 متداول بود و سرانجام با پیدایش روش‌های پیشرفته‌تر کنار گذاشته شد. روش‌های پزشکی مورد تایید هم با وجود اینکه با بهترین نیات به کار گرفته می‌شوند، ولی وقتی بینش‌های جدیدی راجع به بدن کشف می‌گردد به راحتی کنار می‌روند. مثلا وقتی خردسال بودم برداشتن لوزه‌ها عمل جراحی بی خطری به حساب می‌آمد. بر اساس تحقیقی که صورت گرفته بود تا 40% از مردان جوانی که در سال 1960 وارد خدمت سربازی می‌شدند لوزه‌های خود را با عمل جراحی برداشته بودند. در آن زمان بر این باور بودند که می‌توان لوزه‌ها را برداشت و در واقع هیچ کسی هم نمی‌دانست که نقش آنها در بدن چیست. ولی سرانجام متوجه گشتند که لوزتین
بخش مهمی از سیستم ایمنی بدن را تشکیل می‌دهند. امروزه پزشکان خیلی بیش از گذشته در برداشتن آنها درنگ می‌کنند. این نشانه پیشرفت در پزشکی است. هرچه راجع به ماهیت واقعی بدن انسان داناتر شویم، بیشتر می‌توانیم تصمیمات بهتری هم در رابطه با سلامتی بگیریم، هرچند که انجام برخی روش‌های درمانی که از گذشته می‌آیند صحیح نیست و به همین دلیل هم به کنار نهاده شده‌اند. ولی بسیاری از روش‌های شفابخشی و نظریات باستانی همواره درست بودند و گرایش امروزی به سوی آنهاست. از آنجایی که از انرژی ساخته شده اید، شفای واقعی باید این بخش از وجودتان را نیز در بر گیرد. احساسات گیر افتاده هم از جنس انرژی هستند و لذا مؤثرترین راه رهاسازی آنها استفاده از نوع دیگری از انرژی می باشد. شکل قدرتمندی از انرژی فکری است. می توان تنها با استفاده از نیروی قصد احساسات گیر افتاده را رها ساخت. بر این باورم که قصد رهاسازی احساسات گیر افتاده مهمترین بخش این معادله است. از آنجایی که آهنرباها به معنای واقعی کلمه قصد شما مبنی بر انجام کار را تقویت می‌کنند، از آنها استفاده می‌نمایند. بر این باورم که همانطور که ذره‌بین تصویر را بزرگتر می‌نمایاند، آهنربا هم به معنای واقعی کلمه انرژی فکر و قصد را در حدی بزرگتر از ظرفیت فعلیتان تقویت می‌کند. لذا امکان آزادسازی احساسات گیر افتاده برای هر کسی به وجود می‌آید. برای انجام این کار نیازی نیست که شفادهنده تیزهوش یا با تجربه باشید. اگر قصد مشخصی دارید، تنها کاری که برای تقویت آن و دستیابی به نتایجی که تا قبل از این فقط برای افراد بسیار مجرب امکان پذیر بودند باید بکنید این است که از یک آهنربای ساده استفاده نمایید. یک آهنربای ساده می‌تواند انرژی قصدتان را به خوبی تقویت کند و آن را به میدان انرژی بدن برساند. سیستم طب سوزنی راهی عالی برای داخل نمودن انرژی قصد به بدن و رهاسازی احساسات گیر افتاده در اختیار ما می‌گذارد. طب سوزنی چگونه به کار می‌آید؟ طب سوزنی هزاران سال است که پدید آمده و بر اساس وجود میدان انرژی در انسان هاست. در واقع نقاط طب سوزنی و مریدیان‌ها در قدیمی‌ترین کتاب پزشکی جهان یعنی تی نی چینگ یا کتاب کلاسیک پزشکی داخلی امپراتوری زرد که 2500 سال پیش از میلاد به نگارش درآمده است شرح داده شدند. نقاط طب سوزنی نقاط خاصی هستند که بر روی مسیرهایی به نام مریدیان واقعاً. مریدیان‌ها را می‌توان رودهای کوچکی دانست که در زیر پوست قرار گرفته‌اند و انرژی در آنها در جریان است. این مسیرها در تمامی بدن از دقت زیادی برخوردارند و در همگان نیز یکسان هستند. هرچند که وجود این مریدیان‌ها سالها مورد بحث و جدل بوده است، ولی تحقیقات متعددی که در 3 دهه گذشته صورت پذیرفتند، وجود آنها را به اثبات رساندند. در یکی از این پژوهش‌ها، محققی به نام ژان کلود دارا نوعی ایزوتوپ رادیواکتیو به نام تکنسیم 99 را به شیوه مشابهی در نقاط طب سوزنی و نقاط غیر آنها تزریق نمود. ایزوتوپ‌های رادیواکتیوی نظیر این پرتوهای ضعیفی از خود صادر می‌کنند که می‌توان آنها را به دقت سنجید و ثبت کرد. در مواردی که ایزوتوپ‌های رادیواکتیو در نقاط طب سوزنی وارد شده بودند، دقیقاً بر طبق الگوهای مریدیان‌های طب سوزنی که توسط پزشکان چین باستان مشخص شده بودند، در بدن منتشر گشتند. ولی وقتی همین مواد رادیواکتیو در نقاط غیر طب سوزنی تزریق می‌شدند، برای انتشار از الگوی خاصی تبعیت نمی‌کردند. مریدیان اصلی برخی مریدیان‌ها را مخزن ذخیره انرژی می‌دانند. اینها به سایر مریدیان‌ها متصل هستند و آنها را تغذیه می‌نمایند. شاید مهمترین آنها مریدیان اصلی باشد که از وسط لب فوقانی شروع می‌شود. از بالای سر و از وسط ستون فقرات می‌گذرد و به استخوان دنبالچه ختم می‌گردد. مریدیان اصلی
به خاطر در هم تنیدگی با سایر مریدین‌ها برای استفاده از روش ایموشن کد در پرداختن به احساسات گیر افتاده مسیری ایدئال به حساب می‌آید. احساس گیر افتاده هم از جنس انرژی است و برای رهاسازی آن باید از نوع دیگری انرژی بهره برد. مریدین اصلی درگاه خوبی برای ورود به بدن بدین منظور میباشد. به یاد داشته باشید که آهنربا در واقع فکر شما را که از جنس انرژی میباشد تقویت مینماید، در حالی که در ذهن خود قصد کردید که احساس گیر افتاده ای را که پیدا کرده اید رها سازید. کافی است آهنربایی را بر روی مریدین اصلی خود بکشید. قصد تقویت شده ای مبنی بر رهاسازی احساس گیر افتاده به مریدین اصلی وارد می‌گردد و این جریان فکر و انرژی به سرعت به سایر مریدین‌ها و بخش‌های بدن می‌رسد. ورود ناگهانی انرژی قصد باعث می‌شود که احساس گیر افتاده به صورت دائمی رها شود. در طول سالها کار در مکتب و تدریس روش ایموشن کد به شاگردانم هرگز ندیدم که احساس گیر افتاده‌ای باز کردند. یک بار که آن را رها سازید دیگر بر نمی‌گردد. نیازی نیست که حتی مکان یک نقطه توپ سوزنی را هم بشناسید. در واقع حتی لازم هم نیست که نحوه کار آن را درک نمایید. فقط باید قصد این کار و اندکی باور به آن داشته باشید تا کار خود را انجام دهد. البته اگر سازوکار آن را بدانید طبیعتاً به آن ایمان خواهید یافت و همین موجب افزایش تواناییتان می‌گردد. احساسات گیر افتاده به کجا می‌روند؟ برای درک اینکه احساس گیر افتاده چگونه از بدن آزاد می‌شود بهتر است مثالی بزنم. امروزه برخی شرکت‌ها گوشی‌هایی می‌سازند که قادرند سر و صدای محیط را خنثی نمایند. این گوشی‌ها به خاطر اینکه سر و صدای دستگاه‌ها را خنثی می‌کنند، انجام کارهای صنعتی و ساختمانی را راحت‌تر می‌نمایند. یکی دیگر از کاربردهای متداول این گوشی‌ها برای خلبان‌هاست که همواره در معرض صدای گوشخراش موتور هواپیما که ثابت شده که خیلی خسته کننده است میباشند. گوشی‌های خنثی کننده سر و صدا بسامد اصواتی را که از بیرون میآیند تشخیص میدهند و بلافاصله موج صوتی قرینه آن را میسازند. وقتی دو موج با هم تداخل می‌یابند یکدیگر را خنثی می‌کنند. نتیجه این می‌شود که صدای کمتری به گوش می‌رسد. بر این باورم که رهاسازی احساسات گیر افتاده نیز از روند مشابهی پیروی می‌کند. هر احساس گیر افتاده‌ای ارتعاش و بسامد خاص خود را دارد. همانطور که یک موج صوتی قرینه می‌تواند سر و صدای محیط را خنثی نماید، انرژی قصد تقویت شده شما نیز می‌تواند سر و صدای احساس گیر افتاده را خنثی کند. وقتی آهنربایی را بر روی مریدین اصلی می‌کشید، جریان مؤثری از انرژی قرینه را به شکل قصد تقویت شده وارد می‌سازید. لذا احساس گیر افتاده همچون سر و صدای موتور هواپیما خنثی می‌شود، تحلیل می‌رود و سرانجام ناپدید می‌گردد. کارت‌های اعتباری مثال دیگری هستند که شاید بیشتر با آن آشنا باشید. نوار مغناطیسی پشت کارت‌های اعتباری با اطلاعات خاصی کدگذاری شده است. اگر آهنربایی را بر روی آن بکشید، این احتمال می‌رود که اطلاعات کدگذاری شده را پاک نموده و کارت اعتباری را بیفایده سازد. رهاسازی احساس گیر افتاده نیز از این جهت به این کار شبیه است که انرژی احساسات کدگذاری شده با کشیدن یک آهنربا بر روی مریدین اصلی به شکلی سریع، ساده و دائمی خنثی می‌گردد. هرچند که معمولاً استفاده از آهنربا کاملاً بی‌خطر است، ولی در برخی موارد نباید آنها را به کار گرفت و یا اینکه این کار فقط باید تحت نظر پزشک انجام گیرد. این موارد عبارتند از بارداری، استفاده از تخم‌های درونی درد و انسولین، دونه مصنوعی گوش و باتری قلب. نتیجه گیری: خود را موجودی ساخته شده از انرژی خالص بدانید. نمی‌توانم بر اینکه احساسات گیر افتاده تا چه میزان می‌توانند آسیب برسانند به اندازه کافی تاکید کنم. به یاد داشته باشید که به لحاظ جسمانی، احساسی و ذهنی بر شما اثر می‌گذارند، هرچند که احساسات مزبور از انرژی خالص تشکیل شده‌اند، ولی از آنجایی که این انرژی منفی است،
هرچه زودتر از دست آنها خلاص شوید برایتان بهتر خواهد بود. حتی یک آهنربای ساده روی یخچال که احتمالاً همین الان هم آن را دارید میتواند احساسات گیر افتاده را رها سازد. شخصا ترجیح میدم از آهنرباهای ساخت شرکت ژاپنی نیکن استفاده کنم، چون به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آنها بر روی بدن به سادگی صورت پذیرد. آهنرباهایی را برای رهاسازی احساسات گیر افتاده به کار میگیرم که بتوان آنها را به راحتی بر پشت افراد کشید، در دست گرفت و به هنگام کشیدن میدان مغناطیسی قوی‌تری ایجاد نمایند. برای تولید آنها پژوهش‌های فراوانی صورت گرفته‌اند و من هم هرگاه که بتوانم از آنها استفاده می‌کنم. کاربردهای بیشماری برای آنها یافته‌ام. مثلا به خوبی می‌توانند درد را برطرف کنند، ولی آهنرباهای یخچالی چنین تأثیری ندارند. فکر می‌کنم که به بهایی که برای آنها می‌پردازید می‌ارزند. اگر اطلاعات بیشتری درباره آهنرباهای نیکن و نحوه خریداری آنها می‌خواهید، می‌توانید به پایگاه اینترنتی من سری بزنید. به مرور که قصدتان قوی‌تر می‌شود، هدف خود را بهتر می‌شناسید و ایمان و اعتقاد به توانایی‌هایتان افزایش می‌یابد و خواهید دید که استفاده از آهنربا بیشتر حالت اختیاری پیدا می‌کند. هرچه باشد دست خودتان هم ابزاری مغناطیسی به حساب می‌آید و همیشه هم همراهتان است. به یاد داشته باشید که شما هم میدان مغناطیسی دارید و خودتان هم موجودی مغناطیسی هستید. اکنون تا حدی موضوع را درک کردید و آنقدر قدرت دارید که بتوانید با استفاده از روش ایموشن کد احساسات گیر افتاده را رها سازید و تبدیل به یک شفادهنده شوید. به زودی هم در خواهید یافت که این روش ساده به طرزی باور نکردنی مؤثر است و میتواند زندگی افراد را تغییر دهد. گام بعدی این است که با راه‌های بیشتری برای ورود به ذهن ناخودآگاه آشنا شوید و پاسخ‌های بهتری هم از آن بگیرید. خب دیگه این وایس من خیلی طولانی شد. میخواستم این فصل رو برای شما تموم کنم. حتما این کتاب رو برای خودتون از درگاه‌های اینترنتی و سرچ گوگل تهیه کنید و تا انتها بخونید. خیلی خیلی به دردتون میخوره. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.